جناب محترم قاضی امدرد ارگانایزر برنامه خوشکر تشریف داره. حتما زیاد خسته هم شده. کی هستن دکتر صاحب؟ دیگه کی هستن دکتر صاحب؟ محترم دکتر صاحب انوری خود تشریف دارن و استاد رحیم مومن هم به پهلوی ما قرار دارن. تشکر. ایزوات آتی تشریف دارن. به اساس لطف مردم ما که کمیسیون برگزاری جشن نوروز از اونا خیلی ممنون است. امشب بعض اواردها جوایز برای اعضای کمیسیون برگزاری جشن نوروز، جشن سال جدید 1383 هجری شمسی، همراه با یک تعداد مدال ها آمادگی دیده شده تقدیم خواهد شد. از محترم استاد ماستر سپورت حاجی عبدالقدوس پرورش تقاضا میکنیم روی استیج بیان. محترم استاد ربیع الله مومن فکر میکنم مصروف هستند در کارهای بیرون. همچنان محترم جان محمد خان و دکتر حسن پشاوری. محترم جان محمد خان محترم جان محمد مرادی مسئول فروشگاه زیبای ارغوان. همچنان ما از فروشگاه لوگر حشمت خلوتی که جوایز با آدرس ما فرستادن هم تشکر میکنیم. این زوات آتی آمدن. خب با اجازه دکتر صاحب خب محترم حاجی صاحب اکرام با نقطه مرکزی تشریف ببرین. او طرف صاحب پهلوی قاضی خان. این جایزه بسیار زیبا یا اوارد است که معمول است در تمام نمایشات، در تمام کارهای فرهنگی، در تمام کارهای هنری در جهان معمول است. برای مهاجرین افغان امسال ما این را به حیث یک جایزه انتخاب عکاکی شده، تنظیم شده، تهیه شده. شما چند روز قبل اواردهای هنرمندان محبوب و شناخته شده کشور دوست هندوستان دیدین که در دبی تقدیم شده بود. نشانیش که فیلم تیر نام جایزه گرفته بود و بچه فیلمش جایزه خود فروخته بود. به افتخار قاضی خیرالله امدرد محترم حاجی اکرام جایزه یا اواردشان تقدیم میکنن. کف بزنین، زحماتشان قابل تقدیر میدانیم. ارگانایزر متصدی و طرح ابتکاری از قاضی خان امدرد جایزه یا اواردشان تقدیم میکنن. کف بزنین، زحماتشان قابل تقدیر میدانیم. ارگانایزر متصدی و طرح ابتکاری از قاضی خان امدرد.